ای کاش که بخت سازگاری کردی، با جور زمانه یار یاری کردی. از دست جوانیم چو بربود عنان، پیری چو رکاب پایداری کردی. و آخرین رباعی، یعنی رباعی شماره 42 از رباعیات حافظ. گر همچو من افتاده این دام شوی، گر همچو من افتاده این دام شوی، ای بس که خراب باده و جام شوی. ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم، با ما منشین اگر نه بدنام شوی. با پایان یافتن این رباعی می توانم بگم که موفق شدم به لطف حق تمام دیوان حافظ رو بر اساس دیوان مدون هوشنگ ابتهاج، سایه و کمک گرفتن از دو دیوان دیگر حافظ، یعنی دیوان مدون محمد علی فروغی با بازبینی و ویرایش جدید بهاءالدین خرمشاهی و دیوان مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری به پایان ببرم. در 5 قالب به ترتیب مثنوی، قصیده، غزل، قطعه و رباعی. البته من اینها رو همه در مقدمه‌ای که خواهم نوشت و یا خواهم خواند و در فهرستی که در ابتدای دیوان تنظیم شده قرار خواهم داد، جزئیات رو به نحو کاملتری بیان خواهم کرد.